من کسی که بهم بگه رفیقتم تا تش باهاشم. بهمن مفید اینو میگفت رفیق کسی که تا تش باهات باشه و بهمن مفید رفیقی بود که تا ته بود. من وقتی که شما منو لازم داری به درد میخوام، ولی غذا که بخوریم که رستوران دعوتت کنم که میای، که عروسی دعوت کنم میای، ولی آیا ملاقات من زندان میای؟ ممکنه 50 سال هم دیگه رو بشناسیم، ولی اون رفاقت نی. رفاقت اینه که من دوستم تو بیمارستان بود، اومده بودم تهران، پاسپورتم اینا رو گرفته بودم، دادگاه رسانه قرار بود برای من حکم بده. رفیق من به من نگفت بیمارستانه، ولی کم به پسرش چند تا سند داده بود، گفته بود برو در دادگاه باش، اگه عمو عقیلی رو بردن زندان برو اینا رو بذار بخواه آزادی عمود. همون شب مرد خودش تو بیمارستان، ولی پسرش صبح دم دادگاه. اینو میگن رفاقت، اینو میگن دوستی.